چند روز پیش گوگل درایو لینک های سابسکریپشن رو بست. لینک های سابسکریپشنی که ما برای فرگمنت استفاده میکردیم. من رفتم دنبال راهکاری که بتونیم لینک های سابسکریپشن رو روی VPS فیلتر شده خودمون بالا بیاریم. سلام دوستان، به کانال خودتون BTZ پرو خوش اومدید. ما برای این کار نیاز به 2 تا دومین داریم. یه دونه دومین فیلتر شده، البته نمیشه گفت که حتما دومین فیلتر شده. یه دومینی که فیلتر شده یا فیلتر نشدهش فرقی نمیکنه برامون. یه دومین که 100% فیلتر نشده برای سابسکریپشن استفادهش کنیم و یه VPS یا یه سرور فیلتر شده یا فیلتر نشده، باز اونم فرقی نمیکنه. کاری که ما میخوایم بکنیم یه اسکریپتی به نام Nextcloud رو روی سیستممون ران کنیم، یعنی نصبش کنیم در اصل، و از اون به عنوان مخزن لینک های سابسکریپشنمون استفاده کنیم. من قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم دوست دارم که از بچهای IRCF تشکر کنم بابت این همه زحمتی که در رابطه با فرگمنت کشیدن. میشه گفت این صفحه فرگمنت IRCF یکی از کامل ترین ابزارهای فرگمنت. بریم سر وقت آموزش. من اینجا یک سری کد گذاشتم برای Nextcloud. تا یادم نرفته بگم که Nextcloud روی سرور در کنار XUI نصب میشه، یعنی شما نیاز به سرور جدا ندارید. من این 4 تا دستور رو با هم میگیرم، کپی میکنم، توی سروری که فیلتر هست پیست میکنم. اینجا یه ایگرگ میزنم و اینتر. تا اینجا Nextcloud روی سرور ما اینستال شد. توی دستور بعدی ما باید براش یوزرنیم پسورد تعریف کنیم. جای این سامی مینویسم سعید، جای این پسوردم مینویسم 1 2 3 4 5 6. این سعید میشه یوزر، اینم میشه پسورد. فقط حواستون باشه پسورد خوب بذارید. من فقط برای آموزش دارم این پسورد استفاده میکنم. اینو کپی میکنم، میام تو سرورم پیستش میکنم و اینتر. همونجور که میبینید دستور با موفقیت اجرا شد. توی دستور بعدی به ما میگه که چه کسانی حق استفاده از ادمین این Nextcloud رو دارن. من اینو کپی پیست بکنم. در حال حاضر نوشته لوکال هاست. لوکال هاست به کار ما نمیاد. ما باید دومینی که برای سرتیفیکیت میگیریم به عنوان دومین سابسکریپشن اینجا تعریفش کنیم. اول بریم کارهای دومینمون رو انجام بدیم، بعد بیایم اینجا تعریف کنیم که اجرا بشه. در حال حاضر اگه شما توی این مرحله IP VPS تون رو کپی کنید توی براوزر پیست کنید، میبینید که Nextcloud صفحش بالا میاد، ولی همونجور که میبینید میگه که شما حق استفاده از این ندارید. من این دستور رو اجرا نمی کنم به خاطر اینکه باید اینجا کسی که حق داره به عنوان ادمین به این وصل بشه رو انتخاب کنم، ولی من هنوز سرتیفیکیت برای دومینم نگرفتم. میام دستور آخر رو کپی پیست میکنم برای گرفتن سرتیفیکیت دومین. یه اینتر میزنم، اینجا یه ایگرگ و یه اینتر میزنم. اینجا یه ایمیل از ما میخواد که اگه سرتیفیکیتمون منقضی شد به ما ایمیل بده. میتونید ایمیل اصلی بزنید یا میتونید ایمیل فیک بزنید. من مثلا ایمیل فیک میزنم. اینجا با هم میگه دومینت چیه، دقیقا همون ساب دومینی که توی کلودفلر من تعریف کردم. هم میتونیم از پروکسی روشنمون استفاده کنیم، هم میتونیم از DNS آنلی استفاده کنیم. جفت اینا داره به این IP اشاره میکنه. من به خاطر اینکه روند کارم درست پیش بره، چون سرورم فیلتره دیگه، بعد از اون بتونم این صفحه رو باز کنم، از ساب دومین پروکسی روشنم استفاده میکنم. میزنم do.dabadu.bos. به همین راحتی برای ما سرتیفیکیت گرفت تموم شد. حالا اگه من بیام اینو کپی کنم، بیام تو مرورگرم، میبینید که اینجا با HTTPS داره کار میکنه، ولی همچنان به من اجازه ورود نمیده. من میام اینجا توی این دستور به این example.com ساب دومینمو میذارم، اینو کپی میکنم. البته بذارید من اینو کاتش کنم، بیارم بذارم دستور پایینتر و این دستورم بذارم پایین این یکی. من اینو کپی بکنم، بیارم ترمینالم پیستش بکنم. ببینید این الان به من اجازه میده که به اون صفحه Nextcloud هم وصل شم. برای تستش هم میتونید دستور آخری رو اجرا کنید. پیست. یه دونه لوکال هاست میتونه، یه دونه هم این دومین. اگه ما با این دومین وصل بشیم،
همین اگه یه بار دیگه رفرش بکنیم صفحه لاگین برای ما میاد. من یوزر رو داده بودم سعید، پسوردم هم که 1 2 3 4 5 6 لاگین. الان ما یه محیط ذخیره دیتا روی هاستمون داریم و همین راحتی. این همینجا بمونه، من برم یه دونه صنایع نصب کنم سریع بیام. دوستان من یه صنایع نصب کردم، حالا میخوام برای اینم یه دونه دومین سرتیفیکیت دار بگیرم، همون دومین که فیلتر بودن یا فیلتر نبودنش برامون اهمیتی نداره و ترجیحمون اینه که فیلتر باشه. اما به جای اینکه سرتیفیکیت رو بیام با شماره 16 بگیرم، میام با گزینه 17 میگیرم که مخصوص خود کلودفلره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه پورت 80 ما رو اون سرتیفیکیتی که قبلا برای اون یکی دومینمون گرفته بودیم پر کرده. من به خاطر اینکه سرتیفیکیت راحت تر بگیرم از شماره 17 استفاده میکنم که دیگه از من پورت 80 نخواد. شما میتونید پورت 80 تون با روش‌های مختلف خاموش بکنید، یعنی کیل بکنید. من اینجا شماره 17 رو میزنم، اینجا یه ایگرگ میدم، اینجا از من دومینمو میخواد، فقط خود دومین رو میزنم نه ساب دومین. dabadu.boz. اینجا از من API میخواد. API رو باید بیاید وارد صفحه کلودفلرتون بشید، موس رو اسکرول کنید پایین، تو این قسمت Get Your API کلیک کنید. اینجا باید روی ویو کلیک کنید، توی گلوبال API کی باید روی ویو کلیک کنید. اینجا باید یه بار رمزتون رو وارد کنید. این میشه API کی شما. اینو کپی کنید بیارید داخل ترمینال، اینجا پیستش کنید و اینتر بزنید. اینجا از شما ایمیلتون رو میخواد. این پروسه برای شما هیچ خطری نداره، ایمیل اصلی که به کلودفلرتون دادید. من ایمیلمو وارد میکنم، این میره برای من سرتیفیکیت بگیر. دوستان همونجوری که میبینید برای من سرتیفیکیتی که میخواستم رو گرفت. حالا وارد صنایع میشم، آدرس سرتیفیکیتمو بهش میدم. نه مد نظر داشته باشید که این سرتیفیکیت رو برای دومین گرفته، یعنی شما هر چند تا ساب دومینی که داشته باشید میتونید از این سرتیفیکیت استفاده کنید. من اینجا شماره 2 رو گذاشتم برای سابسکریپشنم، شماره 1 رو میذارم برای کانفیگم. حالا مد نظر داشته باشید که من چون دومین نداشتم این دوتا رو با هم گذاشتم، ولی بهتره اینکه شما دوتا دومین مختلف داشته باشید که اگه هایپرکسی هم روشن میکنید این دومین فقط و فقط به سابسکریپشن شما اشاره کنه، نذارید برای کانفیگ که لینک سابسکریپشنتون فیلتر بشه. الان من سرتیفیکیتمو دادم، اینجا بزنم 1.dabadu.boz. اینجا باید برای من صفحه صنایعمو بیاره، اونم با HTTPS. بریم یه یوزرم بسازیم، اینجا بذارم 2083، بذارم رو وب سوکت، یک بدم، TLS رو روشن کنم، SNI همین دومینم رو بدم، کیم که اینجوری بهش میدم، اکریتون میزنم. و باز طبق معمول من یه چیزی یادم رفت، اونم اینه که این UTLS بر رو کروم باشه. حالا من این تست بگیرم قطعا نباید کار کنه چون سرورش فیلتره. من اینو وارد صفحه IRC فرگمنت میکنم. اینجا شما میتونید حتی از QRش هم استفاده بکنید برای نرم افزاری که ساپورت میکنه. به تست بگیریم ببینیم چه جوری میشه. همونطور که میبینید داره مثل بلبل کار میکنه. تست سرعت هم یه دونهش بگیرم. این هم تست سرعتش تقریبا با ما 30 تا 31 سرعت میده. بریم سر وقت اینکه چطوری این لینک رو وارد نکست کلود کنیم. ما میایم وارد صفحه نکست کلودمون میشیم، اینجا فایل رو میزنیم. میتونیم اینجا برای هر کس یه فولدر تعریف کنیم یا همه دیتا ها رو توی فولدر بریزیم، فرق نمیکنه دیگه، مربوط به کار خودتون میشه. من مثلا میزنم کانفیگ. کانفیگ رو باز میکنم. فرض کنید که یه کاربری ساختیم
مثلا اینجا یه کاربر جدید ساختیم. بعد تو این کاربر جدیدی که ساختیم مثلا 10 گیگ بهش ما ظرفیت دادیم تا تاریخ مثلا 15 اد میزنیم. این کاربر رو میایم کپی میکنیم، لینکش رو میایم توی فرگمنت اینجا میزنیم، تبدیلش رو میزنیم، اینجا فایل جیسونش رو دانلود میکنیم. حالا میتونید این فایل جیسونی که دانلود کردید و که من قبلا آموزش بهتون دادم دیگه، چطوری میتونید به صورت دسته‌ای این فایل رو ادیت کنید. توی این آموزش دقیقا توضیح دادم که چطوری میتونید به صورت دست جمعی کانفیگا رو ادیت کنیم. این فایل رو من برمیدارم میام تو این کانفیگ، اینجا پیستش میکنم. اینجا میتونیم با راست کلیک رینیمش هم بکنیم، مثلا علی 1.json. دکمه شیرش رو میزنم، این شیر لینک میاد، یه دونه به علاوه میزنم، یه دونه شیر برای ما قرار میده، این هم لینک شیرشه. اینجا این لینک رو کپی میکنید. حالا من الان کپی میشه ولی یه بار امتحان میکردم کپی نشد، راست کلیک میکردم کپی لینک رو میزدم. حالا اگه برای شما کپی نشد میتونید از این راه استفاده کنید. یه صفحه دیگه باز میکنم، کنترل وی میزنم، ببینید همچین صفحه ای باز میشه. این دانلود رو روش راست کلیک بکنم، کپی لینک رو بزنم، این همون لینکیه که باید به مشتریمون بدیم. ببینید دقیقاً این فایل با این دومینی که پروکسید شده و سرورمون هم حتی فیلتره، ولی از جایی که دومینمون تمیزه و پروکسید شده ما میتونیم فایل جیسونمون رو به راحتی به مشتری بدیم. ببینید من همین کپی رو بردارم بیارم تو ویتوری ان، کنترل وی بزنم، یه دونه ساب جدید برام میسازه. یه ذره منتظر بمونم، اون آپدیت داره. اینجا بیام آپدیتشو بزنم و تک تک این سابای منم میخواد آپدیت کنه. همون فایل جیسونی که ما به فرگمنت داده بودیم. این لینک رو شما میتونید کپی کنید به کاربرتون بدید توی تلگرام، واتساپ یا هر جایی که میتونید.